مثلا داماد یک دستمال سفید در میدن، میگه برای ما صبح نشانه بکارت یا پاک بودن و با عفت بودن این دختر رو باید به ما نشان بده. و بعد مادر و دختر و دستمال رو میگیره به اصطلاح، یا همون علامت و نشانه رو برای همون زنهایی که در اونجا جمع میشه برای همه نشان میده که بالله ببینید سکنید که دختر ما پاک بود. همین جزء یک تیمی هست که شب عروسی با دختر این کار رو پیش میبرن. بله تیم اونجا ناظر است، تیم ناظرین به اصطلاح به این مسئله. بله ناظرین بر عفت و پاکی دختر. بله. از الله بترسید، نکنید این کارها رو، نکنید این بحث‌های خرافاتی و همین چتیات. خودتان با دست خودتان زندگی اینها رو با آتش نزنید. من ایمان دارم، باور دارم سر خواهران عزیز ما که ممکنه و یک عده اگر فریب بخورن یا به اصطلاح یک چند نفر به اصطلاح به جان اونها گرگان درنده در بیایه، اونها رو فریب بده با چل و نیرنگ و فریب و حرفایی به اصطلاح شیرین و این وعده های امروز و فردا کردن، بالله در غیر روزو هیچ خواهر مسلمان حاضر نیست خدای ناکرده عزت و عفتش از دست بده بدون همسرش، بدون ازدواج شرعی. و از یک طرف قضیه دیگر طرف رو ببینید، اکثر جوانان ما ناآگاهن، نمیدانن یعنی بکارت یعنی چی. ما یک برنامه مکمل داشتیم روی قضیه، چون دیدیم که از این ناحیه خیلی افراد حتی ضربه میخورن، زندگی اونها از بین میره، خراب میشه. بنابراین از لحاظ شرعی هیچ کسی این حق نداره، حتی مادر و پدر، هیچ کس به جز از شوهر خانم این حق نداره که صدا بلند بکنه که این دختر به اصطلاح بکارت داشت یا نداشت، عزت و عفتیزی درست بود یا نبود، خدای ناکرده. و حتی باید جوانان ما قبل از ازدواج پیش یک کارشناس مثال خانواده برن، پیش یک کسی که به اصطلاح میفهمه این قضایا رو، پیش یک دانشمندی که به اصطلاح مثال رو مطرح میکنه و به طریق درست میدانه، تا اون جوان رو آگاه بسازن که در شب عروسی اولا چی گونه با همسرش برخورد بکنه، به چی طریق به اصطلاح روابطش رو برقرار بکنه، بکارت یعنی چی. خیلی جوانان ما نمیدانن، به صورت نادانستگی برای خانمش اتهام میبنده، تهمت میزنه برای زن پاک دامن و با عزت و با عفت، و حتی زندگیش پایان میبخشه برای قضیه. و از طرف دیگر 4 تا نافهم و جاهل و نادانی که اگر بگم چون انسان دانای کار نمیکنه، او یک تیمی که به اصطلاح تشکیل میشه در شب عروسی که شما به اصطلاح برید فردا بر رخ زنای دیگری که در اینجا جمع میشه به اصطلاح اونها باید نشان بدید که اون دختر ما باکره بود یا به اصطلاح با عزت و با عفت بود و به اصطلاح تا که اینجا رسیده و به تسلیمی بچه کردیم. اینا کارهای نادرستی است، از خلاف شرع است. از الله بترسید، خودتان با دست خودتان آبرو به عزت یک کسی را نبرید. حالا اگر او باکره باشه یا نباشه، با عزت باشه یا نباشه، اون مربوط به شخصیت خودش میشه، به شما هیچ ارتباطی نداره این قضیه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث تأکید کرده، میگه شیطان است، مثل شیطان نر و ماده هستن او زن و شوهری که اسرار خصوصی که باید بین زن و شوهر باشه اونا برن به جای دیگری برای کسی دیگه قصه بکنن، حتی حق ندارن فرزندی اونا از اونا خبر بشه. یعنی حتی بچه و دختر حق نداره از اسراری که بین پدر و مادرشون آگاه بشه، خبر بشه. شما در شب اول میگیرید اسرار اینها رو برملا میکنید، آبرو به عزت اینها رو به اصطلاح از بین میبرید، تیشه به ریشه زندگی اینها میزنید. بنابراین این کار خلاف شرع است، هیچ اساسی در اسلام نداره. و شماهایی که در این عروسی اشتراک کردید که نشان بکارت میخواهید از این دختر، شماها مسئول نیستید در برابر این دختر، هیچ کدامتان. و یک دختر عاقل بالغ مسلمان صاحب شوهر شب زفافش است، اون مسئله مربوط به خودش میشه، به شوهرش میشه، به شما ارتباطی نداره که شما خدای ناکرده برید اونجا تحقیق بکنید والله که ببینیم چی میشه. و جوانان چی باید جوانایی به او جوانان عزیزی که به او جوانان عزیزی که نمیدانن خودشون را آگاه بسازن. بکارت انواع مختلفی داره. پرده بکارت تنها نشان خون نشان بکارت نیست. تا زمانی که همسرتان را در ارتباط نامشروع با کسی نمیبینید، حق ندارید بالایش بدگمان بشوید، حق نداریش برش اتهام ببندید. حتی اگر دختر و پسر پیش از عقد ازدواج خدای ناکرده دور شرافت و جوانان و خواهران عزیز ما مرتکبی اشتباهی هم شده باشه، پیش از عقد ازدواج مسئولیتش بر نمیگرده در زمان ازدواج، یک بحث قبل از عقد بوده. و ما همیشه عادت کردیم که فقط انگشت سر دیگران بگذاریم. حداقل یک دفعه خود نگاه بکنید که ما کی هستیم. جوانان ما یک عمری ارتباطات نامشروع انجام میدن، با صدها دختر رابطه برقرار میکنن، باز شب عروسی از خانمش توقع داره که پاکترین زن باشه. یک دفعه خودت نگاه کن تو کی هستی، چقدر پاک هستی، خودت پاکیت مد نظر بگیر. یا از طرف دیگر خودش صدها جنایت انجام میده، هر روز سر زن بیچارهش کوبیده روان است که والله مخ میکنم مرد هستم. یعنی به این معنا که اسلام فقط برای تو اجازه داده او رو ممنوع کرده. پس عدالت اسلامی کجاست؟ نه برای تو گناه را اجازه داده، نه برای او اجازه داده، بلکه هر دو مسئول است که طبق
آموزه های اسلامی باید حرکت بکنید. به عزت و عفتتان را حفظ بکنید. موفق باشید.